بیوتیکست متفاوت ترین برنامه توی حوزه صنعت زیبایی، با حاشیه است. با حاشیه. نه ببین گفتگو میکنیم حاشیه میاد، حاشیه میره، حواشی میاد. اصلا من نظرم اینه بریم با مهمون برنامه آشنا بشیم. نظر بریم آشنا بشیم. بریم آقا بریم آشنا بشیم. بریم بفهم. الان بالاترین رنج درآمدتون چقدره؟ میلیارد تومان عدد دروغی نیست. اونایی که سمینار برگزار میکنن استیج فروشی میکنن. علیرضا استیج فروشا کیان؟ یه اسم میخوام. خیلی حاشیه درست میکنه واسه برنامه‌تون دارم اینو میگم. شبنم نظیر. چه حاشیه ها؟ چیه داره مگه؟ خانم نظیر شما منو بلاک کرده بودید. عسل بهادری رو از کی شروع شد اصلا؟ از قبل از اینستا شروع شده بود ولی خب با اینستا خیلی بیشتر. با اینستا خیلی بیشتر مطرح شد. بله مدیون فضای مجازی هستم من. ماشاءالله پیجشونم. جدی؟ یعنی اگه پیجتون رو بگیرن الان چه اتفاقی میفته؟ سایت دارم. اسم دارم کل ایران. خیلی خوب. اینجوری بذارید بپرسم نقطه مثبت موفقیتتون چی بوده خانم بهادری؟ پشت کار و خسته نشدن و رو راستی صدمو برای همه چی میذارم. آخه موفقیت رو خودتون چجوری ارزیابی میکنید؟ یعنی فکر میکنید که جزء چند تای موفق هستین تو ایران؟ دوستای بزرگ من آدمای مطرح بیزینس ایران حالا تو حوزه بیوتی منو جزء ستای اول نام میبرن که برای من افتخار بزرگیه تو حوزه بیوتی و علل خصوص تو لاین میکاپ. اون دوتای اول کیان؟ ببینید چون سالندارها و عروسکارا و اونایی که سالن‌های بزرگی دارن از نگاه بعضیا اول و دوم هستن، ماها میشیم مثلا سوم. تو حوزه آموزش شاید نمیدونم خود بزرگ بینی اطلاق بشه، شاید حمله بر خود ستایی بشه، ولی من واقعا خودم رو جزء ستای اول آموزش میذارم، ولی نمیگم یکم دوم یا سم، چون دوستای قوی هم دارم. خب اونایی که همتر از شما، ببخشید من اینو بپرسم، اینا میخوام اسم ببره خانم اسم میبرم با افتخار. دوستای قدیمی من، دوستای همکارم، با هم توی دپارتمان دانشگاه همراهیم. منای بهرام عزیز، از همینجا میبوسمت. منای یزدانی عزیز، دوستای بسیار گل من. خانم شیما وفایی یکی از کسایی هستن که خیلی با من مقایسه میشن. تا چند وقت پیشم افتخار دیدنشون از نزدیک نداشتم، ولی خوشبختانه یه سری جاها پا داد همدیگه رو دیدیم و انرژی همو گرفتیم. الان جز دوستای خوبم. خیلی عالی. خیلی یه قسمت خیلی بولدی که از شما برای من وجود داره خانم بهادری، همیشه این بوده که بی‌حاشیه ترین رسما توی لاین خودتون هستید. اصلا تو صنعت بیوتی واقعا میتونم نام ببرم جزء همون ستای برتر بی‌حاشیه. راجع به این اخلاق مداری یه خورده با ما توضیح بدید. اصلا نظرتون راجع به این حواشی و حاشیه چیه؟ میخوام یه خاطره تعریف کنم اگه اجازه داشته باشم. آره حتما. من شغلم این نبود. من مربی ورزش بودم قبلا. یه ذره اخلاق ورزشکاری تو من باعث شد نرم سمت حاشیه‌های بیوتی، چون از اول که شغلم ورزش بود میشنیدم که تو صنف حالا اون موقع میگفتن آرایشگری این چیزا بود، دوست نداشتم. واقعا خودتون هم میدونید دیگه، یه خورده فرهنگ ما تو فیلم‌ها میخوان نشون بدن مثلا یه شخصیتی یه خورده، ببخشید اینو میگم، خاله زنکه آرایشگر نشونش میدادن و این اصلا قشنگ نیست. من همیشه از هنرمندام خواهش میکنم که بیاین یه جوری رفتار کنیم که این نگاه بد جامعه از صنف ما برداشته شه، چون خانم‌های باسواد و با شخصیت و آدم حسابی تو صنفمون کم نداره. توی قضیه باشگاه هم متاسفانه هر جا که یه صنفی بانوان باشه یه خورده این روحیه زنونه میاد وسط و اوایل کار من این موضوع حاشیه‌ای اومد وسط. الانم واقعا تو این صنف چون روحیه ورزشکاری داشتم و اون زمانم نذاشتن حاشیه بیاد تو کار، توی این کارم نذاشتم و خدا رو شکر. خانم بهادری به من بگید امروزه تا به حال الان چیزی تو این صنعت هست که داره اذیتتون میکنه؟ آخ دل پرشو. آره متاسفانه همیشه دوست دارم به این بپردازیم. خیلی سوال خیلی خوب به جایی کرد. ببینید من خودم حدود 20 سال تو این صنفم، زحمت کشیدم، پله پله اومدم بالا، زمین خوردم، یه جاهایی پول نداشتم آلبوم بزنم، ثبت می‌کردم، مثلا اوایل کار ثبت می‌کردم حقوق باشگاهمو بگیرم، چون یه زمانی هم باشگاه رو داشتم هم سالن و موازی میرفتم جلو، تا ظهر باشگاه بودم، بعد از ظهر میومدم سالن. پول اون صنفو
اون رشته رو درآمدش رو برمی داشتم یه آلبوم تو این مثلا برای سالن بزنم توی رشته زیبایی. اون موقع سالن داشتم. خیلی شکست ها، خیلی بی‌پولیا رو تجربه کردم. پله پله با اتکا به خودم و هنرم و علمم اومدم بالا. هنوزم دارم یاد میگیرم، هنوزم خودم رو یه دانشجو توی بیوتی میدونم. از این ناراحت میشم که میبینم بعضی اونایی که سمینار برگزار میکنن استیج فروشی میکنن، میان به یه مثلا جوونی که من نمیگم جا برای همه نیست، چرا جا برای همه هست، هر کس اندازه تواناییش بیاد بالا نوش جونش، ولی آدمی که یه دونه رزومه، یه دونه عکس گروهی، یه دونه مثلا پیجش رو نگاه میکنی 2 سال پیج زده، پست آخرین پست‌ها یعنی پایین‌ترین پستاش رو نگاه میکنی مال مثلا 1 سال پیشه و رزومه قوی نداره، ناراحت میشم که میان مثلا میذارنش جایگاه یه استاد و یه خب کلاس. چرا فکر نمی‌کنی که اون احتیاج داره بین شما دیده بشه؟ خب به شرطی که تجربهش اندازه‌ای باشه بهش بگن خب بعد تجربه رو به دست بیاری دیگه. آره ولی نه تو استیجای بزرگ. جدی؟ استیجای بزرگ حسادت می‌کنی یعنی؟ نه اصلا همه میدونن من چقدر اینجوریم، چقدر برای همه میخوام. آره واقعا آره. این مسئله خیلی توی صنعت ما راه افتاده خانم بهادری، بحث شعاف. بله. شعاف خیلی اضافی. به نظرتون میشه ریشه کنش کرد؟ اصلا از کجا شروع میشه ریشه کردن؟ اصلا به نظر من شعاف لازمه کارشونه. نیست؟ تا وقتی مردم ما علاقه داشته باشن لازمه. آره. مردم اگر یاد بگیرن به چیزای منفی، به چیزایی که نمایشیه و دروغیه بها ندن و روشون تاثیر نذاره، هر کی دوست داره تو پیجش هر چی میخواد بذاره. منتها درد ما اینه، من نوعی هنرجو از شهرستان میاد آکادمی من، قصه داره، ناراحته و احساس ناکافی بودن میکنه، عدم اعتماد به نفس داره و میگه من اگر اینجوری کار نکنم، اینجوری لوکس و لاکچری نباشم، بادیگارد نداشته باشم، بنز سوار نشم، اونجوری با فخر وارد یه جایی نشم، من دیده نمیشم. من اگر اونجوری، ببخشید اینو دارم الان برای اولین باره میگم، یه سری بازدید عروس مثال میزنم داره برگزار میشه تو تهران که آدمایی که توی اون فضا هستن، این خیلی حاشیه درست میکنه واسه برنامه‌تون دارم اینو میگم، شاید خیلی‌ها نمیدونن چون سر کلاس میگم هنرجوام چشاشون اینجوری میشه که مگه داریم. بازدید عروس برگزار میکنن و نشون میدن شلوغن، ولی اون آدمایی که حکم بازدید کننده، حتی اون که قرارداد بسته بازیگرن، سیاه لشکرن، دستمزد میگیرن برن تو اون بازدید عروسه و این تا زمانی آزاردهنده و آسیب زننده نیست که اون هنرجوی شهرستان من یا اون سالندار تهران من که داره توی سالن کوچولو کار میکنه، چون وسعش نمیرسه و از این کلک‌ها و حقوقا خبر نداره، داره کار خودشون میکنه، داره آسیب میبینه، داره حس ضعف میکنه، دیگه آدما نمیرن پیش اونا و این سالن کوچولوها دارن از بین میرن. این مسئله که اصلا راه افتاده توی صنعت خودمون اینه که همین سیاه لشکری که میگید خیلی هستن برای استیج این کارو میکنن، بیارید ما برای شما کلاس پر میکنیم، براتون استیج میگیریم، کار فیلم برداری انجام میدیم، واسهتون یه برنامه خیلی درست حسابی درست میکنیم که بخواید دیده بشید و دقیقاً میرن توی فاز مقایسه. افرادی که تازه به این صنعت وارد شدن خوب قضیه رو میبینن توی اینستاگرام، خب چی میذارن، خوب قضیه رو میذارن، هیچ کسی نمیاد بعدش رو نشون بده و این میره تو فاز مقایسه، خیلی همون درجا نابود میشن، از صنعت میرن بیرون. این مسئله خیلی است. بحث تدریس شدش. خانم بهادری به من بگید اصلا یه آمار بدید از هنرجوهایی که تا به حال داشتید، اگه میتونید تعداد بگید، یه تعدادی من بگید. ببینید من چند هزار تا رو میتونم بگم، ولی اینکه دقیقاً چند هزار تاست نمیتونم بگم. من میبینم بعضی از دوستان خب مثلا 1 سال 2 سال تازه دارن رو استیج میرن، اونم به حکم عزیزای استیج فروش، بعد میاد مثلا میزنه تو پیجش بیش از 30,000 تا هنرجو. بابا من الان 20 ساله تو این کارم، دروغ نگم بهتون 15 ساله دارم تدریس میکنم و بی نهایت پکیج مجازی دارم. حتی با حساب کردن اونا هم نمیتونم انقدر با جرئت بگم من بالای 30,000 تا هنرجو داشتم. مگه هر کلاس چند تا هنرجو جا میشه؟ من چند تا استیج رفتم. من یه سوال بپرسم، این عزیزای استیج فروش کیان؟ عزیزای استیج فروش نه جدی اینا برگزار کننده ها خیلی هم دوستای خوبه من، سلام از همینجا، همشون هم دوست دارم ولی نکنید. یعنی مثلا اون آدمایی که برندن، چهره شدن تو این حوزه، درسته؟ بله، و اینا میان برگزار کننده میان میشن، یه استاد قدر میذارن، 4 تا آدمی که علاقه دارن تدریس کنن، بعد هیچ میفروشن. اشکالی نداره. ولی من میگم فکر رضایت اون هنرجوها باشید، چون بعدش یه حجمه عجیبی میاد و حالا نمیدونم شاید بعضیا نادیده میگیرن، من نمیتونم در قبال نارضایتی آدم آروم باشم، ولی خیلی به راحتی ازش میگذرن چون اون پول شیرینه دیگه.
بحث تدریس شدش. نقطه عطف شما توی تدریس چیه؟ من از بچگی شخصیت راوی داشتم، به خاطر همینه وقتی رفتم تو رشته ورزشی هم خوب تونستم حرکت‌ها رو توضیح بدم، آدما بفهمن من میگم چه حرکتی رو انجام بده و این اومد توی لاین میکاپ. این راوی بودنه باعث شد که خیلی خوب بتونم درس بدم و از هیچ چیز ریزی تو تدریس نمیگذرم. اینکه صدمو میذارم و واقعا از هنرجو هیچ چی رو مخفی نمی‌کنم و هیچ وقت فکر نمی‌کنم که چرا باید اینو الان بگم. حتی اگر پول کمی گرفتم و مال اون کلاس نیست، اون آیتم، نمیتونم نگم. حس می‌کنم حالا مثلا 2 تا اضافه ترم گفتم، اون آدم قراره بیاد جای منو بگیره، ولی اون انرژی خوبه که انگار تمام خودتو گذاشتی واسه اون آدمه حس می‌کنه. اتفاقا دیروز یه استوری گذاشتم، یه هنرجویی داشت پشتش به دوربین و بچه‌ها یواشکی گرفته بودن، داشت میگفت آدم مثل شما ندیدم که در قبال این پول کم همچین چیزایی بگه. هی من فروتنی می‌کردی و آره خواهش می‌کنم. گفت نه استاد خواهش می‌کنم نداره، واقعا دارم میگم، من زیاد کلاس رفتم هم چیزی ندیدم. یه چیزی هست توی کلام شما، بذار یه ذره بی‌پروا و بی‌پرده حرف بزنم، یه ذره خودمونی‌تر. من احساس می‌کنم یه در واقع پنهانکاری می‌کنی در ارتباط با نزدن یه سری حرفا. اینجا جاش نیست. آره عزیزم اینجا جاش نیست. خب استیج فروش های محترم سلام عرض میکنم، اونا رو ولش کن اصلا. من دشمن تراشی نمیکنم. همین الانم که راجع به عزیز علی رضا استیج فروش ها کیان؟ یه سرچ میزنی. اسم میخوام. آره اسم میخوام. اسم نیار. میخوام دعوت کنم ازش رو همین برنامه. من تو لایو من میان هی میگن این بده اون بده، میگم بچه‌ها من با همه بس بچه اینا بد نیست، ولی استیج فروش ها اسم نبرید. به من چه ربطی داره؟ پیج منو چرا خراب میکنه؟ چرا برای من دشمن درست؟ یه نکته‌ای هم که داری، من این رو خیلی کلیشه میدونم، اجازه بده بگم. بفرمایید. خیلی کلیشه میدونم. طرف زمانی که ازش میپرسن چی شد تو به این نقطه رسیدی، میگه من از روزای سخت شروع کردم، پولامو یواش یواش جمع کردم. آقا نمیشه. چرا میشه؟ چرا نمیشه؟ چرا میشه؟ نمیشه. من توی خونه، توی اتاق خونم روی صندلی پلاستیکیم، صندلی هنوزم هست، میخوام بذارمش توی شیشه‌ای قشنگ مهرم شده بذارم اونجا، به قول معروف یادم نره کی بودم. من روی اون تنهایی بعد از اینکه از باشگاه میومدم بیرون مدل زدم، عروس زدم، دست تنها 14 تا عروس زدم. علم و آگاهیشو تجربه به دست آوردی؟ 1 سال دویدم، یاد گرفتم. زمانی که کسی چیزی یاد نمیداد، زمانی که باید پوستت کنده میشد چیزی یاد بگی. الان به بچه‌ها میگم میشینین تو لایو راحت، طرف تجربه 20 ساله‌شو در اختیارتون قرار میده. برای چه نسلی از بیوتی هستی؟ دهه 80 ام. دهه 80 ورود کردی. متولد چه سالی هستی خانم؟ 61. 61 ماشاءالله. ماشاءالله. حرف از پوست شد، دعوت میکنم از پوست یه راز کوچیک بگی. یه راز کوچیک برای پوست بهتر بگید. یه خورده تخصصیش کنید. ورزش کنید، آب بخورید، 2 تا گفتم. جدی؟ خب اینو که گوگل می‌کردی به اون چیزی جدیدتر. یه چیزی که کسی ندونه. یه چیزی که کسی ندونه. روحیه خیلی مهمه. نه چیز جدید نمیگه آقا. ما بریم یه بخشایی رو از خانم چیا بهادری ببینیم و برگردیم. چیز جدید به ما نمیگه. شما دانه چیا بخورید؟ ببین یه چند تا اسم میگم، لطفاً واکنشتون نسبت به این اسما بگید. یا خدا آخ چون میگم آره شما با من بیا. لیلی رضایی. بعدی؟ نه دیگه نشد. اگه قرار بود بعدی باشه آخه واقعا نمیشناسمشون. جدی؟ آره. خب ایشون هم سرشناس توی حوزه بیوتی دیگه. نه اصلا اونجوری نمی‌خوام. مشکل داریم با هم خانم؟ نه ندیدمشون از نزدیک، باهاشون سلام علیک نکردم. شاید الان اینجا بودم میرفتم جلو یه احوالپرسی می‌کردم، رفیق می‌شدیم، شماره همو میدادیم میگرفتیم. پیش نیومده با ایشون جایی باشم که از نزدیک باشون مراوده داشته باشم. چی بگم؟ شبنم نظیف با ایشون از نزدیک نه کاری نه، راجبش یه جمله به نظرم نظرم لیلی رضایی هم میتونه بگه. به نظرم آدم اصیلیه. اصیلیه. نظیف به هیچ چی کار ندارم ولی خانم اصیل. به چی مثلا؟ چی کار؟ به حاشیه‌هاش. حاشیه داره مگه؟ بله. جدی؟ شبنم شما تایید نکن. شما در مقام تایید نیستی دوست من. دعوت میکنم خانم شبنم نظیف بیا اینجا قربونتون برم. امیدوارم دعوت ما رو بپذیرید. از همین تریبون من میخوام که تشریف بیارید تو برنامه بیوتیکست و ما اسم اصل بهادری رو بیاریم، شما ببینید نظرتون چیه راجع به ایشون. من با ایشون با هم دور همی دمنوش خوردیم اگه یادشون باشه. جدی؟ یه خاطره بگم، همیشه هم هر جا میپرسن من میگم ولی پخش نشده هنوز. ایشون منو بلاک کرده بود.
خانم نظیف شما منو بلاک کرده بودید. آخ جانم حاشیه. ولی چی شد بلاک کرد؟ یه جا هم دیگر رو دیدیم. بگم آره چی شد بلاک؟ خانم نظیف خیلی دوستتون دارم ولی شما منو بلاک کرده بودید. من توی برنامه ایشون رو دیدم، از نزدیک با هم صحبت کردیم و همونجا یه عکس گرفتیم با هم. اومدم استوری کنم گفتم خانم نظیف ببخشید من عذر میخوام ولی من بلاکم، نمیتونم شما رو تگ کنم. بعد ایشون چشاش اینجوری شد گفت نه من آخه کسی رو بلاک نمیکنم، حتما کار ادمین بوده، بذارین چک کنم. ادمینشون هم همراهشون بود، ادمین جدیدشون. یه ذره بالا پایین کردم. من احساس کردم ما رو پارسال جدید هم هست. اتفاقا با آقای صابر اسکندری یه برنامه همین شکلی خب داشتیم پشت صحنه. من وایسادم صحبت خانم نظیف تموم شد که برم به عنوان یه پیشکسوت. اینو میگم واسه جوان‌ترا، واسه اونی که 2 روزم از شما زودتر شروع کرده احترام قائل باشید. شبنم نظیف از شما بزرگتره؟ خیلی؟ بله من شروع کردم ایشون کار میکرد. من پیج زدم ایشون پیج داشت. آدم اینا رو باید ببینه. خب بلاک بودین و گفتین و ادمینم چک کردیشون دید بله بلاکم. اینو یادتون نره وقتی یه کار اشتباه میکنین گردن بگیرید و ایشون گردن گرفت. از اونجا تو ذهن من یه آدم آها چرا بلاک کرده بود آخه؟ صحبت می‌کردم و این چند سال پیش اتفاق افتاده بود و من اصل بهادری نبودم. شاید ادمین من رفته بود زیر پستاشون کامنت تبلیغ خودمون رو گذاشته بود، نمیدونم. پس روش افزایش فالوور هم اینه. بله زیر پستای اونا میرین و کامنت بذارین که دیده بشین. به هر حال خیلی حرف اینجا بود. آره سر پا گوش بدید. شیطونی نکن. ایشون بلند شد سر پا منو بغل کرد، بوسید و از من عذرخواهی کرد. به درس بزرگی. دمش به افتخار خانم شبنم نظیف بزنید یه کف مرتب. مرسی. دمتون گرم. از بزرگی شما هم صحبت شد، حتما به برنامه ما تشریف بیارین. خانم مقدم شیرین مقدم. چیزای خوبی نشنیدم. ای وای. ولی تو پیجشون رفتم از زیباییشون خیلی خوشم اومد. حالا خانم آمی مقدم رو بگید. آمی مقدم با مزه است. من سبکشو نمیپسندم اصلا، چون من یه استایلی واسه خودم دارم تو پیجم. با سلیقه من اوکی نیست مدل تولید محتواشون، ولی شاید خودم نگاه کنم میذاره بخندم. مثلا یه گویی داریم به نام جرأت و حقیقت. میاریم شما هم میزنی از توش بر میداری و حالا بچه ها اون گویی رو بی زحمت بیارین داخله. فقط آروم بیاریدش. آروم بیاریدش. خیلی متشکرم. بفهمید. چشماتون رو ببندید. نه یه چیزی توشه. نه به خاطر نگاه کنید. نه چشماتون رو ببندید. چشماتون رو ببندید یه دونه بردارید. فقط سوس کن مواظب باش. سوس کن. خدا نه. نیش میزنه بچه‌ها. خیلی بفهم. ترسیدم. چرا اونجوری میگی؟ بلند بخونید. یه استوری بذار بگو از همه اساتید بیوتی بدم میاد. خب این بازی به هر حال شما دیگه در مقابل دوربین ما هستید، به نظرم نپذیرید برای مخاطباتون. من حاضرم پیجم به پر نکنم این کارو. به نظرم این کارو بکنید. در ازاش چی میدی؟ یه خدمات بگید ما بنویسیم. به 10 نفر رایگان آموزش میدم. به 10 نفر رایگان آقا بنویس. مرسی. دوستان عزیز توی برنامه ما خانم اسد بهادری 0 تا 100 دیگه. بله. خانم اسد بهادری قول دادن که در ازای اینکه این حکم رو اجرا نکنن به 10 نفر رایگان آموزش بدن. حتما این لینکی که الان بچه‌ها این زیر گذاشتن رو بزنید، از طرف ما 10 نفر رایگان برید پیش خانم اسد بهادری آموزش ببینید. میریم برای دومی ببینیم چی میگیریم. سوسکو مواظب سوسکو. نه پسر خوبی هستی، سوسک نیست. دو تا اومد. یه دونه به نظرم یه دونه برداریم. کارهای بد نخواین از من. زنگ بزن به این نفر بگو 1 میلیارد فردا صبح نیاز دارم. آخ من بمیرم هم پول قرض نمیگیرم. چرا؟ اصلا 10,000 چی میدی؟ ولی فقط آپشن میدی. یه 10 نفر دیگه اضافه کنید. 10 نفر دیگه. 20 نفر. بله 20 نفر. یه چیزی بگم، من الان که اینجا نشستم با بگم به مثلا به پشتوانه یه همسر خوب که مدیریت مالی زندگیمونو خیلی خوب و کاریمونو به دست داره، من الان ریالی به هیچ احدی بدهکار نیستم. به دمش. اسم و فامیل ایشون چیه؟ آقایه. نه نمیگم. نه.
مثل اینکه همسرشون آدم سرشناسی هست. درسته؟ بله. و آمارشو در بیارین. یه دقیقه گوگل کن. خیلی خوب. بریم برای سومی. کلا 4 تاست. 10 نفر دیگه رایگان. آره شد 20 نفر بعد رایگان. حالا 20 از طرف برنامه ما. با اکانت فیک چه کسی رو بیشتر چک می‌کنی؟ به والله قسم من اکانت فیک ندارم. یک دقیقه گوشیتون رو بیارین بالا اکانت رو نشون بدین. یه دقیقه بچه‌ها ببندین رو گوشیشون. گوشیشون رو بیارین. ما حقیقت رو باید به مخاطب ما قبول میکنیم اینجوری باید مخاطب که نمیتونه. بله. خیلی متشکرم آقای سیف. بفرمایید سرکار خانم. یه دقیقه این دوربین رو ببندین روی شما بیا داخل. آره بگیرین تصویر رو. باز بکنید اون یوتی که نه آها ببینید از اینجا بگیرید لطفا. واقعا هم اکانت فیک نداره. بگید با اکانت خودتون بیشتر نفر که چک میکنین که خانم بهادری. مرسی عزیزم. حالا چه فالو داری چه نداری تو قسمت سرچ. یه چیزی بگم، آدمایی که حالمو بد میکنن اصلا نگاه نمیکنن. اونایی که رقیبن رو کیا سرچ میکنی خداییش؟ کسی رو سرچ نمیکنم. هر چیزی که فالوش کردم بیایم هوم منو یا اصلا اکسپلور منو ببین. نه سرچو همو بزنید. دوربینمون دوباره بیاد. این بالا سرچو بزنید. افرادی که میخونی خودت خانم بله. علیرضا کردلر. به نفر اول بود. نفر اول شما بودی به افتخار شما. خب من عادت دارم قبل اینجور برنامه‌ها میبینم پیج آدم. بله. گالری آرایشی عسل. به به. آزاده حقگو. خانم جاله خدایار. صفحه دانشگاه شهید بهشتی. آقا کافیه. خیلی مهم. یعنی از این صحت و از این همه رو راستی و از این همه من میخوام به دست بزنم. ماشاءالله واقعا ماشاءالله. خیلی با جنبه. برای آخریش اقدام بفرمایید لطفا. کاش چیزی خوب. من چرا هر دفعه فکر میکنم تو این یه چیزی انداختم. آره تاش به سوس میندازیم. آره. کاش که سوس که پلاستیکی داشتیم. همین الان استوری بذار واسه همیشه از دنیای میکاپ خداحافظی کن. پایم اینا. شد 40 نفر آموزش دیگه. پایم نه. پایه. آره. سری پاک میکنم میگم بچه‌ها توی برنامه بود. خب نه میدونم قرار ریپلای بخوره. استوری ریپلای خوره. آره اینم خوبه. بذارید پس الان آره همین الان بذارید. حاضرم از بچه‌ها منو گروگان گرفتن. حاضرم از دنیای بیوتی خداحافظی کنم. آخه جالبیش میدونی چیه؟ قبلش یه استوری گذاشتم برای بورسیه دانشگاه شهید بهشتی. بچه‌ها اگه ثبت نام بهتون زنگ نزنم به من بگید. دیگه به هر حال حاضرم از دنیای بیوتی. 12 شب کسی نمیبینه. تا 6 صبح بمونه علیرضا؟ 7 حداقلش بمونه. شرط داره. 24 ساعت رو نمونه ولی 12 ساعت رو تا صبح باشه. آره. لطفاً گریه نکنم. بچه‌ها سلام، امیدوارم عالی باشین. خیلی ناراحتم که اینو دارم بهتون میگم ولی من اومدم امشب با کلی تصمیمی که تو فکرم بالا پایین کردم آخر سر تونستم تصمیم بگیرم بهتون بگم که برای همیشه با عرض تأسف دارم از دنیای میکاپ خداحافظی میکنم. خیلی دلم براتون تنگ میشه. مثل همیشه میدونید دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. ماشاءالله. خب بذارید دان همون رفت مستقیم. من ببینم رو کدوم پیجتون بود سرکار خانم. پیج هستی 480 تا فالوور. دمشون گرم. خب خیلی عالی. آخریش رو هم برداشتیم. 20 نفر قرار شد که آموزش رایگان بدن. یه استوری برامون گذاشتن. یکی از کارهایی هم که قرار بود بکنن چی بود اونم انجام دادن آقای کردلر. یکی استوری 3 تا بود دیگه. 4 تا بود یکیش انجام شد 30 نفر در واقع 30 نفر. تایید می‌فرمایید سرکار خانم؟ بله. بفرمایید مقابل دوربینتون. بله 30 نفر میتونن از فالووراتون نه از طریق برنامه بیوتیک است. 30 نفر میتونن بیان دوره 0 تا 100 حضوری من رایگان ثبت نام کنن بدون هزینه ثبت نام که یعنی بیان یه دوره کامل 0 تا 100 از طرف برنامه بیوتیک. دم شما گرم. خیلی سپاسگزارم ما رو دیدیم. بریم و برگردیم. یه سوال خانم بهادری عزیز، کی یا چی باعث شدش که شما اصلا به این صنعت ورود بکنی؟ یه همکار، اون موقع همکارم نبود، شاگرد باشگاه هم بود
یه آرایشگری بود که یه روز بهم گفت این همه بدو میکنی و این همه مثلا شاگرد دارید باشگاه اینقدر سر شلوغه، چقدر درآمدته؟ حتما خیلی درآمد دارید. منم خب بالاترین رنج درآمدمو گفتم، مثلا اون موقع دهه 80 گفتم 250. الان بالاترین رنج درآمدتون چقدره؟ رفقای اداره مالیات. ما به خدا امروز مالیات رفتیم پدرم. خب الان چقدر؟ من یه شهروندی هم که مالیات میدم. آفرین، ما هم میدیم. بفرمایید. ببینید من رویا فروشی دوست ندارم، ولی واقعا بگم توی جایگاهی که الان من دارم میلیارد تومان عدد دروغی نیست، ولی اینم یادتون باشه همیشه میگم همون قدم هزینه داریم. یعنی 1 میلیارد درآمد ماهیانه؟ نه همه ماها 900 میلیون در واقع. آره 900 یعنی به دست میاد. خب میفرمودی. عرض میکردم بعد اون خانم به من گفتش که چقدر؟ گفتم 250,000 تومان. گفت واقعا؟ یعنی یه جوری تعجب کرد، حس کردم خورد شدم اصلا. گفتم چطور مگه؟ گفت من یه سالن اجاره‌ای رو اگر کرایه‌مو بدم و دستمزدها و حقوقا رو لوازم اولیه رو بخرم 1,500,000 برای خودم نمونه باید تخته کنم اینجا رو. اونجا بود احساس کردم یه راه اشتباه رفتم. داره ریپلای برام میاد؟ نه. یه راه اشتباه رفتم و دارم وقتمو هدر میکنم. با اینکه عاشق ورزش بودم هیچ وقتم فکر نمیکنم کلا بذارمش مربیگری رو کنار، ولی این کارو شروع کردم انقدر تایممو پر کرد و انقدر درآمدش بهم چسبید و پیشرفت کردم و بیشتر دیده شدم، آروم آروم رو کم کم کلا گذاشتمش. چه ماهی هستی شما خانم؟ اسفند. یه اسفند ماهیه، ادامهش تکمیل کنید. جذاب. خب علیرضا جان بفرمایید. خب نه احساساتی. نه. قرار سوال آخر داشته باشیم. سوال آخره؟ من آره. من به عنوان سوال آخر ازتون میخوام بپرسم برای تازه کارهایی که تو این صنعت دارن وارد میشن تو لاین خودتون، اگه بخواید یه پیام دلگرم کننده داشته باشید یا توصیه طلایی داشته باشید چی میگید؟ اینکه عجله نکنید، یعنی سودای پول درآوردن شما رو تو چاه نندازه. زمان بدین به خودتون، آماده و مهیا که شدید شروع کنید، چون اگر بد موقع و زود هنگام شروع کنید و آماده نباشین بد زمین میزنتتون این کار و اون بودجه و سرمایه اولیه رو از دست میدین. کاری که میبینم خیلی انجام دادن و وسطش گیر کردن و فقط از ترس آبروشونه یا به خاطر اینکه سرزنش نشن هنوز دارن همچین قلدر الکی ادامه میدن. بچه‌ها دیر شروع کنید اما به موقع شروع کنید، درست شروع کنید، پرقدرت شروع کنید که بمونید توش. آفرین. من یه سوال برام همین الان پیش اومد. از 0 تا 10 کجای صنعت بیوتی خودتو میبینی؟ اگه حمله بر خود ستایی نذارید 9.5 هستم. جدی؟ یعنی رنک 9.5 ایران رو داره از 10؟ خیلی تحقیق میکنم. جدی؟ خیلی آزمون خطا میکنم. خارج از ایران هم تا به حال برنامه یا ورکشاپی داشتی که موفق بشه؟ کجا؟ ورکشاپی که پول بگیرم نه اینو میگم چون از خیلی جاها زنگ میزنن میگم بیا مثلا برزیل 180 میلیون 3 سال پیش به من گفتن 180 میلیون بده بیا اونجا برای ورکشاپی بذاری. این که برام خیلی گفتم نه من این کارو نمیکنم. گفتن رزومش کدوم کشورها حالا؟ من ترکیه و کشور آذربایجان. همسایه‌های اطرافمون که بتونن ایرانیان بیان. خب از اون برم داشتن مترجم داشتن و خیلی ساده. ولی ببخشید اینو میگم مثلا همون برزیل که من نرفتم خانم ایکس رفت. ایکس کیه؟ اومدم بپرسم. آره ایکس کیه علیرضا؟ علیرضا از من بپرس. ایکس کیه؟ بگید. برید تو پیجشون ببینید کیا برزیل رفتن دیگه. خب همه رفتن خانم. برزیل که کاری می‌کنه. حالا به رای من خودشون میدونم. من تا میگم میرم فرانسه. حالا به ما بگید ما بریم فرانسه. چه کاریه؟ بگی ایکس کیه؟ نشد یه دونه از اون گویا بیاری. منو خراب نکنید. نه تو رو خدا. می‌خوایم به هر حال مخاطب خدا که امروز تو لایوم داشتم همین موضوعاتو میگفتم همه اومدن اسم نوشتن گفتم اسم ننویسید بچه‌ها. من سوالی ندارم. علیرضا سوالی داری؟ نه ممنون از اینکه تشریف خیلی لطف کردید دعوت ما رو پذیرفتید. ببخشید که من حاشیه ندادم اگه کسل کننده شد. شما مرزی ترابی رو حاشیه دادی دیگه. نه چرا ما حاشیه‌ای که می‌خواستیم گرفتیم. مرزی ترابی هم ایکس بود؟ نه آقا چرا اطلاعات اشتباه میدید؟ کی هست به گوگل خیلی اعتماد نکنید. زیاد به چت جی پی تی هم اعتماد نکنید. خب یه تیکشو در میاریم.
خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی. خیلی ممنون که انقدر با جنبه و پر انرژی تو این برنامه با ما همراه شدین. سلامت باشید. ممنون از شما که دعوت کردید. امیدوارم برنامه جذابی بشه، بیننده‌ام لذت ببرن. قربونتون برم. ما به رسم برنامه‌مون از طرف اسپانسر برنامه یک پک در واقع لوازم آرایشی بهداشتی محصولات ریمدی رو خدمت شما تقدیم می‌کنیم. خیلی ممنونم آقای سیف عزیز. بله این بک خدمت شما. آقای کردلر خیلی از در واقع جزئیاتش بهتر میدونه، اگه توضیح بدی ممنونت میشم علیرضا. خیلی ممنونم. بعد بیارمش بیرون. آره میتونید این کارم بکنید. ماسک و شامپو ضد زردی خانم بهادری. دیگه راست کار خودتون دیگه. من رنگ نمی‌کنم. حالا به هر حال راست کار مامانم ایناست. دست شما درد نکنه. سلامت باشین. قربون شما. دست اسپانسرمون درد نکنه. خیلی متشکرم از شما که ما رو دیدید. با عسل بهادری یکی دیگه از قسمت‌های بیوتی کست رو کیف کردیم و ضبط کردیم و قراره که از این به بعد محتوای خیلی جذاب‌تری برای شما. ممنون از شما. مرسی از خانم عسل بهادری عزیز لطف کردین. ممنون از شما. قربونتون برم. دمتون گرم. ارادت. خداحافظ. ای میگه عاطفه بادبان یه آب به من میدید. من رفتم گوگل سرچ بکنم همون لحظه میگم امیدوارم خوشتون اومده باشه و امیدوارم اسم برنامه چی بود؟ بیوتی کست بود آقای امید خان. دیگه تایم گذشته، یه خورده دیر وقت شده. منم خودم نمیدونم چی باید بگم.